من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب سوف أعود يا أمي، أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي، وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. ممکنه یه نفر حتی نسبت به پدر و مادر خودش بدی کرده، پدر و مادر رفتند از دنیا، به رحمت خدا پیوستن، حالا بچه بزرگ شده پشیمون است که من جوون بودم، من این فکر رو نمی کردم، حالا یادم میاد پدر رو ناراحت می کردم، مادر رو ناراحت می کردم، در حالی از دنیا رفتن که از من ناراضی بودن. و شنیدم که رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است، من روز قیامت چه بکنم در حالی که پدر و مادرم ازم ناراضی‌اند؟ حالا رفتن، دسترسی بهشون نداری، مردن، اما می توانید با دعاها، با استغفارها، با صدقه دادن از جای پدر و مادر و اونقدر براشون طلب مغفرت و آمرزش بکنید که در فردای قیامت وقتی پدر و مادر پروندهشون خداوند جلوشون بگذاره و در کفشون بگذارد، ببینن این همه استغفارها، این همه دعاها، این همه رحمتها، این همه برکات، سوال میکنن پروردگارا این همه درجات، این همه مغفرت ها از کجاست؟ میگه از فرزندت که بعد از تو این همه برات طلب مغفرت کرد. وقلت مقالة لازلت مدكرا. ممکن نیست که بلخص پدر و مادر اونجا هم دلشون به رحم نیاد، همونجا هم دلشون به رحم میاد و بچه‌شون رو حلال میکنن. پس میتونیم جبران بکنیم. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب